پست امروز رو از دست ندین. امروز میخوایم در مورد جملات شرطی و یا کاندیشنال سنتنسز صحبت کنیم برای بیان اگر و نتیجه‌ای که از اونها حاصل میشه. بسته به نوع موقعیت میتونه در مورد واقعیت‌ها، آینده، احتمالات فرضی و یا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و دیگه قابل تغییر نیستن صحبت بشه. همه اسلایدها رو نگاه کن تا آخر و به من بگو از کدوم یکی از این جملات شرطی استفاده می‌کنی. وقتی درباره حقایق کلی، قوانین طبیعی و چیزهایی که همیشه درست هستن صحبت می‌کنیم، از زیرو کاندیشنال یا همون شرطی نوع صفر استفاده می‌کنیم. فرمولش به این ترتیبه که if plus simple present در مقابل simple present. به طور مثال if you heat water to 100 degrees centigrade it boils. یا به طور مثال if it rains the ground gets wet. یه نکته خیلی مهم داریم که ما زمانی که از این نوع شرطی استفاده می‌کنیم در مورد حقایق صحبت می‌کنیم که همیشه درست هستن و هیچ first conditional جملات شرطی نوع اول. در این حالت ما در مورد اتفاقات ممکن در مورد آینده صحبت می‌کنیم. if plus simple present در مقابل will plus base form of verb که همون ریشه فعل ماست. if you study hard you will pass the exam. If it rains, we will stay at home. یه نکته خیلی مهم داریم که جملاتی که با if شروع میشن اصطلاحاً بهشون میگن if clause. اگر if در ابتدای جمله قرار بگیره در انتهای if clause ما حتما باید کاما بذاریم مثل جملات قبلی. جمله زیر رو داشته باشیم. The ground gets wet if it rains. در این حالت ما نیازی به second conditional جملات شرطی نوع دو. برای بیان جملات غیر واقعی و یا فرضی در مورد حال و یا آینده استفاده میشه تحت این فرمول if plus simple past در مقابل would plus base form of verb. If I were rich I would travel the world. If she had more time she would learn Spanish. یه نکته خیلی مهم داریم که در این نوع جملات شرطی ما میتونیم به جای was از were استفاده کنیم حتی برای سابجکت های مثل I, she, he و it. به طور مثال If I were you I would take the job. Third conditional جملات شرطی نوع سه. زمانی که میخوایم در مورد گذشته صحبت کنیم و بگیم که اگه یه چیز دیگه اتفاق افتاده بود نتیجه فرق داشت. If plus past perfect در مقابل would have plus past participle. If I had studied harder I would have passed the exam. If you had left earlier you wouldn't have missed the bus. یه نکته خیلی مهمی داریم که if کلاس های ما یا جملات if حتما با past perfect استفاده میشن و نتیجه اون با would have plus past participle استفاده میشن. حالا که اسلاید ها رو دیدی و